سلام، ما اومدیم امروز با هم یه آشپزی دیگه کنیم. پودینگ چی درست کنیم؟ پودینگ شکلاتی. خب تو هم میخوای سلام کنی ماما؟ سلام، من میخوام پودینگ شکلاتی درست کنم. خب گندم چیا حالا بریزیم؟ 2 تا لیوان شیر، نشاسته ذرت، نشاسته ذرت. چقدر؟ 3 تا قاشق. چیه مامان؟ کاکائو چقدر؟ 1. 2 تا قاشق هم پودر کاکائو. من میزنم. چی بودی؟ شکر قهوه‌ای. چقدر بودین گندم؟ نصف پیمونه بوده. اینطوری. دستیارتونم من. چیکار کنم الان خانم؟ الان اینو بذارین گاز. بفرمایید. چشم. یاد گرفتی اینو رو حیارت به هم میزنی. حالا تو به هم بزن. چشم. درسته؟ آره. بعد سفت بشه. آها. بریزیمش. چیو بریزیم؟ اینو رو. اینا شکلاته. چیه؟ تلخه با شکلات شیری. تو بریزی. من بریزم؟ 3 تا. 3 تا؟ 200 گرم هم خامه بود. درسته؟ این چیه؟ فالین ماهی. بلند بگو. فالین ماهی. وانیل مایه. چقدر بریزیم؟ یه قاشق چایخوری هم از این بریزیم. ببینم. خیلی خوشمزه است. چه مزه‌ایه. خوشت اومد؟ اینو میذاریم تو ظرف، میذاریم تو یخچال. خب گرم خانم چیکار کردی اینو الان؟ از یخچال درآوردیم گذاشتیم اینجا آماده شده. حالا تزیینش بکنیم. تزیین نمی‌کنید خودتون خانم؟ ما میخوریم. پودینگمون آماده است. تزیینش کردیم. بله. چقدر قشنگ شد تزیینش. درست کنین. لذت ببرید. بای بای.